چرا برای هر دوره جوجه کشی یک تقویم طراحی میکنم؟ آیا تا به حال وسط یک دوره جوجه کشی یادتون رفته که امروز چندمه؟ یعنی که زمان کندلی یا انتقال به چرا فراموش کرده اید؟ اگر این اتفاق هم برای شما افتاده پس تا آخر ویدیو رو دنبال کنید. سلام دوستان، من کامی هستم و اینجا رترو سرکوه. امروز میخوام یک از ساده‌ترین ابزارهایی رو که در هر دوره جوجه کشی از اون استفاده میکنم و به شما نشون بدم. تقویم 21 روزه جوجه کشی. برای هر دوره یک برگه جدید طراحی میکنم. روی اون تاریخ شروع، تاریخ پایان و روز هچرینگ رو مینویسم. بعد 21 خونه درست میکنم. هر خونه نماینده یک روز از جوجه کشی. هر روز که میگذره اون روز علامت میزنم و کار مهم اون روز رو انجام میدم. پشت همین برگه هم چندین کارت برای یادداشت قرار دادم. داخل اونا اطلاعاتی مثل دما، رطوبت، تعداد تخم‌های نطفه‌دار و نتایج کندلینگ و هر اتفاق مهمی رو ثبت میکنم. این یادداشت‌ها بعداً کمک میکنن بفهمم چه چیزهایی باعث موفقیت یا شکست یک دوره شدن. به نظر من جوجه کشی فقط روشن کردن دستگاه و ثبت کردن برای 21 روز نیست. ثبت اطلاعات و برنامه ریزی بخش مهمی از یک جوجه کشی موفق. وقتی همه چیز رو یادداشت میکنید اشتباهات کمتر میشوند و میتوانید هر دوره رو با دوره قبلی هم مقایسه کنید. اگر شما هم جوجه کشی انجام میدهید پیشنهاد میکنم برای هر دوره یک تقویم داشته باشید. باور کنید بعد از چند دوره ارزش این یادداشت‌ها را کاملا متوجه میشوید. حالا یک سوال از شما اطلاعات دوره جوجه کشی خود رو چجوری ثبت میکنید؟ نظراتتون رو تو کامنت ها بنویسید. و اگر هم این ویدیو براتون مفید بود اون رو لایک کنید و برای آموزش‌های بیشتر درباره جوجه کشی و پرورش طیور کانال رترو سرکو رو حتما سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی موفق و پرجوجه باشید.